ماهیچه‌ای که بدون آب پخته بشه و اینجوری خوشبر رو باشه و تو دهن آب بشه یه ماهیچه حرفه‌ای و درجه یکه. بریم درستش کنیم. اول از همه ماهیچه ها رو تو روغن تفت بده در حدی که یه کوچولو تغییر رنگ بده. بعد از تو تابه درشون بیار، 5-6 تا پیاز رو خورد کن، نصفش رو بریز کف تابه، ماهیچه ها رو بچین روش. 6-7 دونه سیر، چوب دارچین، نمک و فلفل سیاه فراوون، محلول زعفرون و در نهایت روغن بریز و بقیه پیازا رو بهش اضافه کن. حتما زیر گاز رو کم کن و اجازه بده پخت ماهیچه شروع بشه. تو این فاصله باقالی پوست گرفته رو به آب در حال جوش اضافه کن، نمکم بزن تا له نشه. این کف سفیدی هم که پس میده حتما جدا کن. 2 پیمونه برنج شسته شده رو به آب جوش اضافه کن، نمک و روغن حیوانی بزن با شیبید تازه، یه کوچولو هم زعفرون واسه خوشرنگ شدنش. باقالیا رو هم اضافه کن، یه همه حسابی بزن. وقتی آبش کشیده شد از کنار قابلمه برنج رو جمع کن و بذار دم بکشه. بعد از 45 دقیقه آماده است. به به. ماهیچه ها رو هم هر نیم ساعت زیر و رو کن و با حرارت کم مجموعاً 4 ساعت زمان بده تا با آب خود گوشت و پیاز پخته بشه و آماده شه. من پرستو جباریم، ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. نوش جونتون.